یه شاعری داشت شعر میگفت تو کربلا، نوشت اول فضله استجار به الهدا. گفت عباس روز عاشورا کارش به جایی رسید، امام حسین هم بهش پناه آورد. خدا اینجا یعنی امام هدایت، اول فضله. بعد یه دفعه قلم گذاشت گفت کفره. آقا کسی که همه به امام پناه میبرن، امام که به کسی پناه نمیبره. هر چی فکر کرد اینو درست کنه، نصف شب بود چیزی گفت والا میخوام فردا پس فردا سر فرصت اینو درست میکنه. همین خوابش برد امام حسین خواب. گفت شعر چرا تموم نکرد؟ گفت به کفر، گفت تمام میکنم یبنا. دیدم داره بیراهه میره به کفر میکشه، نگه داشتم ایشالله سر فرصت. گفت نه به کفر نرفته. امام فرمودن هم من به او پناه آوردم، هم زن و بچم به او پناه